این خطاب به تمام پدر و مادرها هست که پدر و مادرای عزیز، کسایی که صاحب فرزند هستین، فرزندکاتان احتیاط کنین. امروز در دسته پدرمون خواهرکی که میبینین از عمر شیرینکشان نه 3 سال گذشته بود، خواهرکی 3 ساله اون که ضریتکه تلفن در سوید بده است در دهنش میگذاره و به سبب قوه برق از دنیا خواهرمون میگذره. باور کنه امروز ما و شما چنان مشغول تلفنیم، چنان به تلفنمون عشق بستگی هستیم که به نماز خودمون همگونه عشق بستگی نیستیم. امروز برادرایی که در انا کانال های فحشاگی آبونه هستن لایک میگذارن و هم یقینا دانسته بگیرم در هر یک موسیقی که در او فحشا هست، در هر یک این موسیقی که امروز نعوذ بالله او ریپش میگن، قور و بلاش میگن، هر کی اگر برادرای عزیز را دانسته بگیریم در کانالش میپرتاب، در گروهش پخش میکنه، لایک میگذاره، کامنت میکنه و او را طرفداری میکنه. تا روز قیامت اگر همون کانال یک نفری که تماشا میکنه، اگر چه بعدی که از دنیا را گذشته باشه در نام اعمالش گناه میره، زیرا این سبب شدگی هست که مردم همون را تماشا کنن. احتیاط باشه.